چطوری راموس فروش پیراهن امضا شده‌شو به صورت آنلاین غیر ممکن کرده؟ یامال قطعا باید از اون یاد بگیره. برخلاف یامال که از امضا کردن پیراهن‌ها خودداری میکنه تا امضای خودشو بفروشه، به جای اینکه هوادارا اون آنلاین بفروشن، سرخیو راموس دو روش برای امضای پیراهن به روشی داره که هیچ هواداری حاضر نیست اونو بفروشه. روش دوم واقعا عجیبه. اولی، هر وقت برای درخواست امضا روی پیراهنتون به راموس مراجعه کنید، اون همیشه اسم شما رو میپرسه و با اون امضا مینویسه. این ترتیب اگه کسی امضا رو میگیره یه هوادار واقعی باشه، امضا خاص و معنادار براش به نظر میرسه. اما اگه یه هوادار قلابی باشه که فقط میخواد اونو بفروشه، وقتشو تلف کرده. چون اگه نام اون شخص مثلا زلاتان باشه، راموس روی پیراهن مینویسه با عشق از راموس برای زلاتان و این باعث میشه فروشش غیر ممکن بشه، مگه اینکه خریداری با همین نام پیدا کنی. اگه تو هم از این روش جا خوردی، لایک و ساب یادت نره.